안녕하세요 여러분. خوش اومدید به قسمت دیگه از آموزش حروف الفبای کره با روزی. در این ویدیو نمیخوام هیچ حرف جدیدی رو بهتون یاد بدم، چون که ما الان 6 تا حرف صدادار و 10 تا حرف بی صدا رو یاد گرفتیم. کل حروف که در زبان کره‌ای 40 تا هستن، ما الان 16 تا رو بلد هستیم و میخوام حجازسازی رو بهتون یاد بدم. اولش میخوام در مورد تعریفش صحبت کنم که هجا یعنی چی، هجاسازی به چه چیزی گفته میشه، ما چند نوع هجا داریم و چجوری هجاسازی رو یاد بگیریم. هجا یا هجاسازی یعنی بخش. ما برای اینکه بتونیم یک کلمه رو بخونیم اولش باید بدونیم هجاسازی چیه و هجاسازی رو یاد بگیریم. هر کلمه از چند هجا یا چند بخش تشکیل شده. حالا ما در زبان کره‌ای چند تا هجا داریم. هجای 2 حرفی یعنی یه هجا یا یه بخشی از کلمه که از 2 تا حرف ساخته شده. هجای 3 حرفی و هجای 4 حرفی. یه نکته‌ای که در مورد هجاها وجود داره اینه که ما هجای 1 حرفی نداریم، پس فقط هجای 2 حرفی، 3 حرفی و 4 حرفی داریم. یعنی بخشایی از یک کلمه که از 2، 3 یا 4 حرف تشکیل شدن. امروز میخوایم کلا در مورد هجای 2 حرفی حرف بزنیم و با هم دیگه تمرین کنیم با اون 16 تا حرفی که یاد گرفتیم تا مسلط و فول بشیم. بعدش میریم سراغ یادگیری حرفایی که باقی موندن، همچنین هجای 3 حرفی و 4 حرفی. الان من میخوام بیام سراغ هجای 2 حرفی. هجای 2 حرفی یا بخش 2 حرفی به یه بخش یا به یه هجا از یک کلمه‌ای میگن که از 2 تا حرف ساخته شده. پس هجای 2 حرفی یعنی هجایی که از 2 تا حرف ساخته شده. برای اینکه من بخوام یه هجایی بسازم که هجای 2 حرفی باشه، یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم که هم اولین نکته هم مهمترین نکته در مورد هجای 2 حرفی میشه. ما برای اینکه بخوایم یه هجایی رو بسازیم که 2 حرفی باشه، یعنی از 2 تا حرف تشکیل شده باشه، اولین کار میایم حرف بی صدا بعد حرف صدادار رو میاریم. پس اولین حرفمون حتما باید بی صدا باشه و دومین حرفمون صدادار. مفهوم این حرفم چی بوده که میگم اول بی صدا بعد صدادار؟ مفهومش این میشه که ما نمیتونیم برعکس این کار رو انجام بدیم، یعنی اول بیایم صدادار رو بیاریم بعد بی صدا، یعنی همچین چیزی وجود نداره. حالا من میخوام یه دونه هجای 2 حرفی بسازم با حرف صدادار ا و با حرف بی صدای کیا که هم صدای که هم صدای گ رو میداد. برای اینکه من یه هجای 2 حرفی بسازم، اولین و مهمترین چیز اینه که ما باید اولش حرف بی صدامون رو بیاریم. حرف بی صدامون کیاک هست، پس اول کیاک رو می نویسیم. بعدش میایم حرف صدادارمون که ا هست، ا رو میاریم. الان من که و ا رو نوشتم، یعنی اول بی صدا بعد صدادار رو نوشتم. بین کیاک و ا که من میخوام یه هجایی رو بسازم فاصله خیلی زیادی وجود داره. در زبان ژاپنی، انگلیسی و خیلی از زبان‌های دیگه وقتی که میخوایم یه هجایی رو بسازیم بین حروف فاصله ایجاد میشه، ولی کره‌ای‌ها اینجوری نیستن، بلکه فاصله رو کاملا حذف میکنن و قشنگ انگار که به هم چسبیده شدن. البته نباید خیلی به هم بچسبونید، یعنی فاصله خیلی کمی باید بینشون باشه. همونطور که در تصویر میبینید از این فاصله خیلی زیاد به این فاصله خیلی کم تبدیل شد. حالا که الان من یه هجای 2 حرفی با حرف بی صدای کیاک و حرف صدادار ا نوشتم، چجوری خونده میشه؟ خب برای اینکه ما بخوایم این هجا رو تلفظ کنیم اولش میگیم که حرف بی صدامون چه صدایی رو میده، هم صدای که هم صدای گ رو میده و این یه هجاست، یعنی در کلمه قرار نگرفته، برای همین ما نمیتونیم بگیم دقیقاً چه صدایی رو میده، ولی بیشتر ما
چون که اول آوردیم که تلفظش میکنیم. خب وقتی که اینجا دونستیم کیاک که تلفظ میشه، میریم سراغ حرف بعدیمون که صدا داره و صدای ا رو میده. میگیم صدای که به علاوه صدای ا چه صدایی رو میده؟ صدای یا تلفظ کا رو میده. کا کا، یعنی این هجا شد کا کا. و اگه دقت کنید من هر حرف صداداری که بهتون یاد دادم ا، آ، او، او، ای که 6 تا بودن یا عمودی بودن یا حالا افقی بودن، یعنی یا خط عمودیشون درازتر بود یا خط افقیشون درازتر بود. دیگه قشنگ معلومه منظورم چیه، حرف عمودی یا افقی. الان حرف ا یه حرف عمودیه چون که به صورت عمودی دیگه نوشته شده. وقتی که ما بخوایم یه هجای دو حرفی رو بسازیم و بعد از حرف بی صدامون مثل کیاگ یه حرف صداداری به کار بردیم که عمودی باشه مثل ا، باید کنار هم نوشته بشن. ولی حرف صداداری که افقی باشه مثل او باید بیاد زیر اون حرف بی صدای. منظورم چیه؟ من میخوام با حرف بی صدای کیاگ و با حرف صدادار او یه هجای دو حرفی رو بسازم. خب همونطور که گفتم اولش کیاگ رو مینویسم، بعدش میام او رو مینویسم. ولی ما همچین چیزی رو در زبان کره‌ای نداریم. اولش فاصله رو کاملا حذف میکنیم. اما اگه فاصله رو حذف کنیم به نظرتون این میشه یعنی کیاگه اینجوری نوشته بشه و او هم فقط کنارش قرار بگیره؟ نه، همچین چیزی رو نداریم. باید او بیا زیر حرف بی صدای کیاگ، یعنی اینجوری نوشته میشه. حالا ما میگیم صدای که به علاوه صدای او میشه چی؟ میشه کو کو کو. یعنی اولین هجایی که ساختیم کا بود و دومین هجایی که ساختیم و حرف صدادارمون چون که حالا افقی بود رفت پایین حرف بی صدامون صدای کو رو داره. حالا من میخوام با حرف صدادار آ و حرف بی صدای کیاگ یه هجای دو حرفی بسازم. اولش مثل همیشه حرف بی صدامون یعنی کیاگ میاد، بعد حرف صدادارمون میاد. حرف صدادارمون چون که عمودیه باید فقط بیاد کنار کیاگه. صدای که به علاوه صدای آ میشه کا کا. پس چی یاد گرفتیم؟ کا کو کا. حرف صدادار بعدیمون او هست. حرف او به علاوه حرف بی صدای کیاگ میگیم چی؟ میگیم اولش کیاگ میاد. بعد از اینکه کیاگ رو نوشتیم حرف صدادار او رو می نویسیم چون که او یه حرف صداداریه که به صورت افقی نوشته میشه، در نتیجه میاد پایین کیاگه، یعنی میگیم کو کو. اگه من بخوام کیاگ رو به علاوه حرف صدادار او کنم چجوری می نویسم؟ خب اولش کیاگ رو مثل همیشه می نویسم، بعد چون که او قشنگ معلومه یه خط افقی هست، با یه خط افقی نوشته شده و کشیده شده، باید اون اوه بیاد پایین کیاگه و میگیم صدای ک به علاوه صدای او میشه کو کو. پس چی و چی یاد گرفتیم؟ کا کو 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 کو. حرف صدادار آخریمون ای هست. حرف ای میگم یه خط عمودیه، یه حرف عمودی هست، یعنی اومدیم با یه خط عمودی حرف ای رو نوشتیم. میگیم اولش که کیاگ رو آوردیم بعدش میایم حرف صدادار ای رو میاریم، چون که همونطور که عرضم کردم حرف صدادار ای یه حرف عمودی هست، در نتیجه فقط جلو و کنار کیاگ قرار میگیره، همونطور که میبینید براتون نوشتم در تصویره.
حالا من میگم حرف بی صدای کیوگ که صدای ک رو میده و حرف صدادار ای که همان صدای ای رو میده با هم دیگه مخلوط بشن، یا حالا میگیم که به علاوه ای با هم چه صدایی رو میدن؟ میگیم صدای کی رو میدن. کی، کا، کا، کو، 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 کی. الان که خیلی با هم دیگه تمرین کردیم، من میخوام به صورت مختصر براتون توضیح بدم. خب میریم سراغ حرف بی صدای بعدیمون که نیون هست. میگیم نیون رو اگه به علاوه ا کنیم اینجوری نوشته میشه. حالا من میگم صدای ن به علاوه صدای ا میشه نا. نا. این ناه خودش یه دونه کلمه حساب میشه، یعنی من. حالا من غیر رسمی است، یعنی در جاهای غیر رسمی از این نا استفاده میکنیم. الان یک کلمه یاد گرفتیم، حالا جلوتر که بریم میام کلی کلمات دیگه هم بهتون یاد میدم. نیون به علاوه آ میشه نا. نا. نا هم یعنی تو یک کلمه حساب میشه و مثل نا یک کلمه غیر رسمی است. پس من میشه نا، تو میشه نو. به علاوه او میشه نو. نو. ن به علاوه او میشه نو. نو. ن به علاوه او میشه نه. نه. و آخرین حرف صدادارمون که ای هست میگیم نیون یا صدای ن به علاوه ای میشه نی. نی. پس نا، نو، 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 نه، نی. حرف بعدیمون تیگت هست. میگم تیگت چون که صدای ت رو میده، حالا اول بیاد ت در نظرش میگیرم، بعد میام به علاوه ا میکنم، میگم ت به علاوه ا صدای تا رو میده. تا. تا. و این هجا خودش میتونه یک کلمه باشه، یعنی یک کلمه‌ای که از یک هجای دو حرفی ساخته شده. کلمه تا یعنی همه. پس الان ما، من، تو و همه رو یاد گرفتیم که به کره میشن چی. میخوام تیگد رو به علاوه آ کنم، میگم ت به علاوه آ میشه تا. تا. به علاوه او میشه تو. تیگد رو به علاوه او میکنم، میگم صدای ت به علاوه او میشه تو. تو. دوباره تو خودش یک کلمه است، یعنی یک کلمه ای که از یک جای دو حرفی ساخته شده. تو یعنی دو. بعدیمون او هست. تیگد و او اینجوری که نوشته میشن، یعنی او که میاد پایین تیگده ت تلفظ میشه. تو. تو. میگم ت به علاوه ای میشه تی. تی. الان من میخوام حرف ریل رو به علاوه حرف صدادار ا کنم. حرف ریل اینجا که اول میاد من ر در نظرش میگیرم، میگم صدای ر به علاوه ا میشه را. را. پس ریل به علاوه حرف صدادار ا میشه هجای را. دیگه من نمیام هی توضیح بدم بچه ها که اولش چی شده، چرا ا اومده جلوش کنارش و چرا فاصله نداره، چون که اولش برای چند تا کامل توضیح دادم. الان اگه توضیح بدم هم خسته کننده میشه هم طولانی میشه. فقط اینجوری بهتون میگم که این هجای چه صدایی رو میده و از این طور چیزا. را میگم را. ریل به علاوه آ میشه را. را. ریل به علاوه او میشه رو. رو. حالا من میام میگم ریل به علاوه او میشه رو. رو. ریل و او میشه ر. ر. یعنی یه هجایی که صدای ر رو میده. ر. بعدیمون که آخرین حرف صدادارمون هست
ای هست. ریل و ای با هم میشن ری. ری. حالا میریم سراغ حرف میم و وقتی که اون رو هم براتون توضیح دادم 5 تا حرف بی صدایی که میمونن رو نمیام مثل قبلی ها توضیح بدم، چون که دیگه خیلی هم طولانی میشم. دوباره میگم خسته کننده میشه. یعنی تا اینجا حتما یاد گرفتید که چی به چیه، یعنی اول چی میاد بعد چی میاد، حرف صدا داره میاد کجا، باید بدونیم چه نوع هست. کلا همه چی رو توضیح دادم. خب میگم حرف میم صدای م رو میده، به علاوه ا میکنم میشه ما. ما. به علاوه آ میشه ما. ما. به علاوه او میشه مو. مو. و به علاوه او میشه مو. مو. حرف صدادار بعدیمون که او هست به علاوه م میکنم، یعنی این دوتا رو با هم دیگه در هجا قرار میدم. میگم م. م. میم و ای میشه می. بریم سراغ حرف بی صدای پیوب. به خوبی گوش کنید. پا. 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 پو. 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 پی. پی. حالا اگه میخواید بگید با، با، بو، 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 بی، ولی خب اون پ رایج تره. سا. 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 سو. سو که سو به تنهایی یعنی گاو. سو. سو. س. س. شی. شی. اینجا اگه دقت کنین من نگفتم سی. ما در زبان کره‌ای سی، نمیدونم سیا، سیا، اون حرفایی که صدای یه رو میدن، حالا یا باشه یا باشه هر چیز دیگه ای، وقتی که با شیود میان اصلا این سه که صدای اصلیش سه هست دیگه، بالاخره این شیوده، همون سه تلفظ نمیشه بلکه ش تلفظش میکنیم. حتی اگه دقتم کنید اسم شیود رو که نوشتم اولش میگم شی اود، یعنی سه به علاوه ای شده شی. پس دقت کنید ما کلن یا خلاصه حرف سه رو نداریم که به علاوه ای بشه و سی تلفظ بشه، یعنی حتما شی تلفظ میشه. حرف بی صدای بعدیمون این هست. این که بهتون گفتم اگه قبل یه حرف صدا داری بیاد اصلا تلفظ نمیشه. ا، او، 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 ای. تا. تا. بعدیمون چا. چا. چا هم مثل نا معنی من رو میده، منتها چا رسمی و مؤدبانه است اما نا غیر رسمی و یه جورای غیر مؤدبانه است. چو. 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 چ. چ. چی. چی. یا حالا میتون بگید جا، جا، جو، جو، ج، جی. هر دوتاشون میشن ولی خب چا، چا اینا بهتره که بگید، چون که حالا چیود اومده اول هجامون و یه جورایی چه بهش بیشتر میخوره. بریم سراغ حرف هیود. ها. 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 هو. 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 هی. هی. الان که به خوبی یاد گرفتیم که هجای دو حرفی چیست، چجوری ساخته میشه، همه نکاتش رو یاد گرفتیم و یادداشت کردیم، میخوام کلمه بهتون یاد بدم. حالا من میگم کلمات ممکنه که از فقط یه هجا ساخته بشه، مثلا هجای دو حرفی مثل نا، نو،
چا، سو و اینا هم میتونه مثلا از 2 هجای 2 حرفی ساخته بشه که من الان میخوام کلماتی که بیشتر با 2 هجا یا 3 هجا 2 حرفی ساخته شدن رو بهتون یاد بدم. صدای ای رو میده. ای یعنی دندون. او یعنی 5. او اینجا این کلمه اومده از 2 هجای 2 حرفی ساخته شده. او به یه سیبلینگ یا یه خواهر برادری میگن که از خودت کوچیکتر باشه. ای این ای هم بازم اومده از 2 هجای 2 حرفی ساخته شده. ای یعنی بچه. اوی یعنی خیار. کاسو یعنی خواننده. کوگی گوشت. کودو کفش و کودو بیشتر به اون کفشای گفته میشه که مجلسی هن. مثلا پاشنه بلندن و از این طور چیزا. نارا کشور. نامو درخت. تاری پا. رادیو ماری سر. پانانا موز. پاجی شلوار. سو گاو. آگی بچه. اومونی مادر. چیدو نقشه. موجا میشه کلاه. آباجی پدر. هاری میشه کمر. هاری کمر. چیها حالا سریعتر میشه چیا یعنی یه جورایی این ه به یا تبدیل میشه، مثل ایان بی صدا در میاد. چیا یعنی زیرزمین. در کانال تلگرامم به اسم KW روزی تلفظ همه چیزایی که گذاشتم رو اونجا میذارم تا اینکه بتونید دانلودشون کنید. پس حتما اونجا هم جوین بشید و تا ویدیو دیگه انیون.